با برنامه خبری رادیو ازودی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در کنارتون. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 8 سентябри. روز جهانی سواد در شرایط پاندمیای کرونا ویروس. مقامات تاجیکستان میگویند بیماری همگیر به سوادنوکی مردم بی تاثیر نمیماند. باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد. کی ما را به خانه میبرد؟ دادی 10 مهاجر توجیک که در دست بلیت دارند و در فرودگاه مسکو بند ماندند. غلامان عصری 21 و یا چگونه در روسیه زادگان آسیای مرکزی استثماری مهنتی میشوند. ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم. شروع میکنم از اون که 8 سентябр با قرار سازمان ملل متحد در جهان همچون روزی بین‌المللی سواد یاد می شود. به گفته نمایندگان دولت در تاجیکستان بیش از 90% اهالی کشور با سوادند، چون خوانده و نوشته و گپ زده می توانند. منتقدان بر اینند که سطح سوادنوکی ساکنان را نباید تنها از روی همین معیارها بهاگذاری کرد. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را تحلیل نمودند. 8 سентябр روز بین‌المللی سواد است. امسال این سنه بر شرایط روز آمده است که والدان فرزندان خود را با هراس برای سواد آموزی گسل می کنند. ماسک قطعی مای میکنیم. احتیاج نداریم در کورون کسلی گنده. خاطر میشه چیکار کنیم؟ نخوندم نمیشه. مقامات معارف تاجیکستان میگویند بیماری همگیر به سوادنوکی مردم در تاجیکستان به تاثیر نمیماند. یک پژوهش اخیر در تاجیکستان نشان داده است که وضع سوادنوکی در مکاتب کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است. امروز میتوان با افتخار گفتن که سطح دانش، سطح جهانبینی، سطح فهمیش کودکان و خوانندگان و دانشجویان در سطح بالا، در سطح بیشتر از 90% قرار دارد. اما برخی از تحلیلگران از سطح سوادنوکی در کشور ناراضگی میکنند و با این باورند که نظام معارف به اصلاحات نیاز دارد. باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد. به مکتب‌های خصوصی، به دانشگاه‌های خصوصی باید اجازه داد تا در نظام دانش آموزی رقابت به وجود بیاید. والدان و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز در مورد دسترسی به تعلیم باصفت نظرهای مختلف دارند. شهر خوجان در سنتر زیبا میکنم، لیسه آسمی شرایطش خوب بود، لیکن مثلا در مکتب‌های میانه عالی باشه دیگر مثلا به فکرم و هوشم کم. برخی از دانشمندان به این فکرند که در عصر 21 نباید چینک سوادنوکی تنها خواندن و نوشتن باشد، بلکه معیارهای مهمی دیگر که برای آماده کردن یک انسان به حیات مهم است به نظر گرفته شود. در وزارت معارف و علم گفتن همکنون آنها ضمن معین نمودن سطح دانش خوانندگان طلبات‌های نو را به نظر می‌گیرند. بچه حاضر گفتیم با تکنولوژی حاضر زمان، با زبان‌های خارجی از نزدیک شناس است، با تخته الکترونی و کامپیوتر دیگر واسطه‌های نوی تکنیکی کار کرده می‌تواند. مقامات می‌گویند به سوادآموزی کلانسالان نیز توجهی بیشتر می‌دهند و در همکاری با دیگر اداره‌ها تلاش می‌کنند این قشر جامعه را نیز به دامنش آموزی فرا گیرند. هرچند وزارت معارف پیشروی‌ها در نظام تعلیم را توصیف می‌کند، کارشناسان میگویند سطح و صفت دانش اهالی در کشور نظر به سالهای شوروی خیلی پایین رفته است و کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی را از عامل‌های اساسی آن می‌حسابند. با این همه بنا به اطلاع وزارت معارف سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاد از 120 خواننده از مکتب‌های کشور در آزمون‌های بین‌المللی صاحب مدال نقره و طلا شدند. دهها شهروندان تاجیکستان با ارسال نوار ویدیویی از فرودگاه دمدید و مسکو شکایت دارند که بیش از یک هفته می شود سرگردانند و شب را در تالار فرودگاه روز می کنند. به قول آنها با وجود آنکه بلیت را با نرخ بلند از 50 تا 70 هزار روبل روسی خریدند، اما به هواپیما راه نیفتند. این مهاجران ادعا دارند که بلیت ها را نه از خزینه و یا کسای شرکت ها در فرودگاه، بلکه از نفران میان رو که خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی کردند خریداری نمودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این مسئله را با خود مهاجران و سفیر تاجیکستان در روسیه مطرح کرد. حالا با او رو میارم.
درود بر شما. آیا می توانید بگویید که سبب‌های اصلی این مشکل یا خود پیچیدگی‌ها در فرودگاه چی است و چرا شهروندان نمی توانند پرواز کنند؟ بله شالا مهاجران از فرودگاه دمدید و امروز تماس گرفتند و گفتند صدها نفرند و نزدیک نیم ماه می شود حتی با بلیتی که در دست دارند نمی توانند پرواز کنند. سبب اصلی این حالت ناگوار به گفته همصحبتان ما و افراد میانه رو ربط دارد که از کاسه های شرکت های هواپیمایی بلیت ها را با نرخ رسمی از 32 تا 35 هزار روبل روسی خریداری می کنند و بعد آنها با نرخ از 50 تا 70 هزار روبل روسی می فروشند. آنها گفتند که این میانروان خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی میکنند و چند لحظه پیش ما با امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت تلفنی داشتیم و این مسئله مسافران منتظر را در میان گذاشتیم. جناب سفیر امام الدین ستاری ادعای بلیت فروشان یعنی همچون کارمندان سفارت را کاملا رد کرد. تهمت محض است. باشد فکت دلیل پیشنهاد کنند کی هست اون بلیط میفروشند. این دیپلماتایی که بیچاره شب روز در همونجا در فرودگاه خوابن با همونا را تهمت کردن خیر نمیدونم. سفارت تنها برای خط میگیرد. تنها کاسه های شرکت های هواپیمایی میتوانند بلیط خرند. یگان راهی گویم فروختن بلیط با دیگر راه وجود ندارد. حرفی جناب سفیر رو شنیدیم، ولی نظری حامیان حقوق مهاجران به این مشکلات چی است؟ بله شالا در صحبت تلفنی که با این درمانده ها داشتیم و هم در نواره ویدیویی که آنها برای ما ارسال داشتن میگویند که فقط عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان به سراغشان آمده است و برای آنها دسترخوان هم گشوده است و غذا هم داده است. عزت امان خودش میگوید که شماره بندماندگان در فرودگاه 360 نفر است. برخی آنها بلیط دارد و بعضی دیگرشان بنابر گران بودن نرخ بلیط توان خرید آن را ندارند. وی گفت که کارمندان سفارت و کنسولگری ها و نماینده وزارت کارهای داخلی در سفارت تلاش دارند وضع را به نظام درآورند، ولی از یک سو میانرفها و از طرف دیگر مسافران بی‌طاقت وضع را مشکل کردند. خب معلوم است که این مشکلات بنابر نبود پروازهای دائمی به عمل آمده است. آیا سفارت تاجیکستان در روسیه درباره احتمال راه اندازی پروازهای منتظم اظهار نظر نکرد؟ سوالی که زیاد از ما مهاجران میپرسند. بله سفیر تاجیکستان امام الدین ستاری گفت که فعلا مذاکرات در این زمینه با جانب روسیه جریان دارد، ولی به گفته سفیر عین زمان تاجیکستان یگانه کشور است که شماره زیادی پروازهای چرتاری را به روسیه راه اندازی نموده است. تنها در 2 هفته 52 پرواز از سوی شرکت‌های سامان ایر و 34 پرواز دیگر از جانب شرکت روسی اورالسکی اویالینی و رید وینگز عملی می شود. تا حال حاضر به قول امام الدین ستاری 30,000 شهروندان تاجیکستان به وطن انتقال داده شده. تشکر برای صحبت فراگیر. امیدوارم بینندگان عزیز از این مصاحبه معلومات ضروری را برای خود گرفتید و به دام میانروان نمیافتید. اما طوری به مشاهده می رسد مسئله بلیط و پرواز از یگانه مشکلات مهاجران نیست. از این بدتر هم می شود وقتی یک هموطن دیگرش را به غلامی می فروشد. در این باره صحبت می کنیم، ولی بعد یک آگاهی اویدی راههای تماس با رادیو آزادی با ما بمانید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حامیان حقوق در روسیه هشدار می‌دهند که پاندمی کرونا ویروس می‌تواند در این کشور صف مهاجران غلام را بیشتر کند. در گذشته ما چندین گزارش‌های داشتیم که بدرفتاری کارفرمایان نسبت مهاجران، مصادره حجت‌ها و سوء استفاده از مهنت آنها را به نمایش می‌گذاشت. یک سازمان حقوقی در روسیه می‌گوید با توجه به بسته بودن مرزها و ضعف‌پذیری زادگان اکثراً آسیای مرکزی، کارفرمایان تلاش خواهند کرد برای صرف نمودن مبلغ مهاجران غیر قانونی را جلب کنند. تفصیلات در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ویریم که آن را کیو مرسیاتو تقدیم می‌کند. بقیه 10 سال عمرش را در استثمار مهنتی گذرانده است. همراه با چند دختر دیگر در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو کار می‌کرد. سال 2012 هم با کمک فعالان سازمان آلترناتیو از غلامی رها شد. در آغاز کاری بقیه در مغازه مثل مهاجران دیگر بدون مشکل پیش می‌رفت. کارفرمایان نیز هموطنانش بودند، ولی دیرتر روزش سیاه شد. وی نقل می‌کند که از او که قرار بود به حیث فروشنده کار کند، کارفرمایان با راه فریب و لطکو برای خود غلام ساختند.
وی نه اجازه با خود داشتن تلفن و نه سیر و گشت در هوای تازه را داشت. همیشه ترسش می‌دادند که اگر بیرون رود به وطن اخراج کرده می شود. ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم. بار اول یکی از خوجاین‌ها دختری را دعوت کرده به من گفت که او را بزن. من سخت نزدم و شمسولو خوجاین ما از جایش خسته گفت به تو نشان میدهم که باید چی طور بزنی. بعداً بلاتوکوبی من شروع کرد. دادستانی شهر مسکو بیکار کردن قرار را درباره آغاز پرونده جنایی در رابطه با این قضیه اعتراف کرد. بهانه هم این بود که اگر واقعا زن در شرایطی بد نگه داشته میشد، می توانست توسط خریداران مغازه از وضع خود مقامات را آگاه کند. زن همه روزه در جای جمعیتی قرار داشت. حالا قضیه این زن در دادگاه اروپا عاید به حقوق انسان قرار دارد. ورور تریتیک هماهنگساز برنامه‌های خیریوی کمیته مساعدت شهروندی میگوید اثبات کردن دلیل محروم شدن از آزادی در روسیه تقریبا ناممکن است. برای چنین قضیه‌ها پرونده باز نمی شود. هرچند در این کشور صدها هزار نفر استثمار شده و به غلامی افتادند. در برابر استثماری کاری در زندانها آدمان زیاد به کارهای مختلف مجبور کرده می شوند. از جمله اجباراً ازدواج می کنند و یا به تن فروشی و طلبندگی مجبور کرده می شوند. اما در اکثر حالت چنین موردها در جامعه چون غلامی قبول کردن نمی شود. ما معمولاً به آنها کمک می رسانیم که استثماری کاری می شوند یا مورد استثماری شهوانی قرار گرفتند. ما تنها با آنها کار می بریم که به ما مراجعت می کنند. فعالان سازمان الترناتیو بقیه را سال 2012 هم از استثمار مهنتی آزاد کردند. معمولاً به آنها نزدیکان و دوستان قربانیان خبر می دهند. الگ میلنیکوف رهبری سازمان الترناتیو میگوید اکثریت طبق یک نقشه معین شده به دام غلامی میافتند. در اول به کس وعده کاری سردرآمد داده می شود. پس از آمدن مهاجر به کار این وعده فراموش می شود. او را فریب می دهند، جریمه می کنند و حالتهای تشکیل می سازند که شخص کارگر قرضدار می شود. به او فشاری روانی رسانده می شود. تلاش ها برای فرار کردن قربانیان به تاکید الگ میلنیکوف در اکثر حالت با لطوکوبی آنها انجام می یابد. در شرایط فعلی با توجه به پاندمی کرونا ویروس این وضع می تواند بدتر شود، مخصوصا نسبت به مهاجران کاری. قربانیان استثمار مهنتی معمولا مهاجرانند. بعد پاندمی صاحبکاران تلاش میکنند که خرجشان کمتر شود. آنها راه و نیروی ارزان کاری میجویند. برخی از بخش‌ها چون معمول از نیروی مهاجران چون یک غلام استفاده خواهند کرد. در عصر 21 هم شمار قربانیان استثمار مهنتی و یا غلامی در تمام جهان رو به افزایش است. فعالان سازمان الترناتیو با نگرانی از این وضع میگویند سبب‌های به کوی غلامی افتیدن مردم هم مختلف است، ولی رها کردن کس از چنین وضع تنها در حال امکان پذیر خواهد بود که اگر خود او برای آزادی تلاش کند. در روسیه میمانیم. دادگاه در شهر مسکو امروز هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل یفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادگاه گفت یفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار دانسته می شود. عبدالکننده برای یفریموف 11 سال زندان را طلب کرده بود. رافعه دادگاه هنرپیشه معروف 5 آگوست شروع شد. یفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهکار نمی‌یابد، ولی روز سентябр گناهش را اعتراف کرد. در حادثه برخورد ماشین ها سرگئی زخاروف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون یفریموف نشانه های مواد مخدر از جمله کوکائین را پیدا کردند. و فوتبال بازی دسته منتخب ملی فوتبال توجیکستان پرویجان عمربویف در هیئت باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل توتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. یگانه بازی این مرحله مسابقه در بلغارستان 17 سентябр برگزار می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.